درود شنوندگان گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامه‌نگار روزنامه‌نگار جاوید مقیم. آغاز گفتاری چهارم. سال آینده انتخابات پرزیدنتی است. همه می دانند که پرزیدنت دیگر وکالت ماندن نامزدیشان را به این منصب ندارند. سیاستشناسان و عموماً در حکومت نامزدی اساسی این مسند را به سروزیر نسبت می دهند و واقعاً هم برای پرزیدنت انتخاب شدن او شانس زیاد است. از حالا رقابت شروع شده است. شاید برای هشدار دادن او رقیبانش دست به این عمل زده باشند. بله، شاید میگوییم و تخمین میکنیم. لقمه پرتاف وزیر: حالا معلوم نیست که پرزیدنت شدن میخواهد و کی با کی رقابت میکند. بنابراین در تفتیش این فرضیه احتیاط میباید کرد. ادامه دهید. ما یک رویخط احتمالی شخصان مدعی مسند پرزیدنتی را آماده کردیم و از روی آن کار برده ایستاده ایم. حالا یگان نتیجه قناعت بخش نیست. فراموش نکنید که بعضی اشخاص زیر نقاب کار میبرده هم هستند که پایت یافته پرزیدنت شدن میخواهند. با چنین آدمان نیز توجه خاصه کنید. آنها در نظر اول خاموشند، گویا به کار خود مشغولند، ولی در اصل آنها کژدم زیر بریا بوده چنان نیش میزنند که نافهمیده میمانید. مصلحت داد وزیر: شینید، به شما هم 2 روز مهلت. سردار ریاست دوم پلکونیک فیضیف: فرضیه قصاص را شما تحقیق میکردید؟ سوال کرد وزیر. بله، گفته از جای برخیست پلکونیک. شما تا کجا موفق شدید؟ از روی فرضیه ما خاشاکوف را باید صدها مراتبه میکشتند. برای قصاصگیری اساس خیلی زیاد است. چه خیلی که قبلا گفتند تجارت او خیلی پیچیده است و به صدها نفر از این زیان رسیده است. از 2 نفری که با او تجارت داشتند مرگ او را میخواستند، زیرا او تجارت حلال نمیکرد، شریکانش را میفروخت. ما یک رویخط احتمالی گمانبران را ترتیب دادیم و در این سمت کار برده ایستاده ایم، گفت پلکونیک و لحظه سکوت کرد و افزود: من حیرانم که چرا تا این وقت او را نکشتند. حیران نشوید و کابید که چرا خاشاکوف را محض حاضر کشتند، گفت وزیر. برای این یگان سببی کلان لازم است. این را پیدا می باید کرد. ما این نکته را به نظر گرفته تحقیق داریم. یعنی شما هم در کوچه سربسته اید، گفت وزیر. شینید. سردار ستاد وزارت گنرال مایور رفیقوف: شما به چی نتیجه رسیدید؟ گروه ما در اساس گزارش مفصل ریاست ها به تحلیل معلومات مشغول است. ما روی خط گمانبران را مشخص کردیم. حالا از روی این 3 فرضیه اساسی بیش از 100 نفر گمانبران موقتا بازداشت شده مورد تفتیش قرار دارند. در عموم بیش از 1000 نفر وابسته به این قضیه همچون شاهد پرسیده شدند. البته نه همه آنها معلومات ارزنده دادند، ولی به هر حال برای ناروشن نماندن وضعیت این کار انجام داده شد. نسبت گمانبران احتیاطکارانه با رعایت ترتیبات پرسجویی عمل کنید. فراموش نکنید که آنها گمانبرانند، نه گناهکار. گناهکاری آنها را تنها سود میتواند ثابت کند. تفتیش اگر در این عمل دخل نداشتن آنها را معین کند، مؤدبانه بخشش پرسیده جوابشان دهید. مصلحت داد وزیر: شما هم شینید. امر داد وزیر و لحظه خاموش ماند و سپس به سخن آغاز کرد. از گزارش های شما معلوم می شود که همه تان خوب کار کرده اید، ولی نتیجه نهایی نیست. پس ما چیزی را به نظر گرفته ایم یا فراموش کرده ایم. یک بار دیگر با دقت همه را آموزید. شاید این رشته گم شده پیدا می شود. تشکر برای حضورتان. پس از 2 روز در همین وقت جمع می آییم، گفت وزیر جلسه کاری را جمع بست کرده. مشاوران از شما خواهش می کنم لحظه ایستید. و ولی جان و نادر مراجعت کرد وزیر. بعد از کابینت برآمدن دیگران وزیر با نادر دستکی سلام کرده گفت: خیلی شادم که شما شریک استادی ما شدید. تشکر به اعتمادتان، گفت نادر. خوب سری مسئله می آییم. سخن آغاز کرد وزیر. چه خیلی که شنیدید تفتیشات نتیجه نداده ایستاده است. پیشروی نظررسی نیست. حاضر من به شما نسخه مفصل گزارش ها را
می هم تا خودشناس شوید. شاید به سر شما یگان ایده نو آید، گفت وزیر و از بالای میزش پپکه را گرفته به ولی جان دراز کرد. این نسخه را مخصوصاً برای شما آماده کردم. تشکر، گفت ولی جان. به ما جواب بله، به شما برای کار می خواهم، گفت وزیر آنها را تا نزد در گسیل کرده. ولی جان و نادر تا به نزد ماشین رسیدن خاموش آمدند. نهایت بعدی به ماشین سوار شدن خاموشی را نادر خلالدار کرد. وزیرتان آدمی بد نیکو، به قول سنگ سیاهی باشد هم شخصی معرفتناک و کسبی است. به او امید کلان دارم. او می تواند که در سیستم میلیسا اصلاحات گذراند. خدا برارش دهد. گوش بکن، من یک پیشنهاد دارم. چی؟ من در خانه پلاو فرمودم. تأسیس بیورا را می شویم. نیگویی می رنجم. میلش اگرچه این نشست ها وقتی مرا می گیرند. راضی شد نادر. پس از راهی پیش اون ورمگ مرکزی حی کن و نزد گذرگاه زیر زمینی ایستا. ولی جان ماشین را بعد ایستگاه اتوبوس داشت. شام می شد و در خیابان کارمندان میلیسه های بازرسی اتومبیلی واحد مخصوص که دائم اینجا می ایستادند به نظر نمی رسیدند. من بعد 5 دقیقه بر می گردم، گفت نادر و از ماشین بیرون شد. او به گذرگاه فرامده از گل فروشان یک دسته گل خرید و پس برگشت. به زادروز می روی چی؟ گل دسته را دیده حیران پرسید ولی جان. به خانه دعوت می کنی و باز می پرسی. من تو را به آشخوری دعوت کردم، نه به زادروز. دستی خالی به خانه روم؟ چرا نی؟ من هر روز به خانه نمی روم. کمش 2 سال شد که خانه نوت را هنوز ندیدم. ولی جان دیگر چیزی نگفته ماشین می راند. بعد تقریباً 10 دقیقه به محله نواباد رسیدند. محله اساساً از خانه های 3 آشیانه و 5 آشیانه شخصی عبارت بود. بناها قصر و کشک های فیلم های هندی را می ماندند. در محله مذکور اساساً به اصطلاح تاجیکان نوی ثروتمند استقامت می کردند. انا این خانه ما، گفت ولی جان ماشین را در نزد یک خانه خوشتر 3 آشیانه نگاه داشته. حالا نفرا، ماشین را به حولی می دراریم. دری حولی به طور اتوماتیک گشاده شد و ولی جان ماشین را به درون حولی حی کرد. نادر گلدسته را گرفته از ماشین پایین شد. آمدن نادر را مگر می دانستند که اهل بیت ولی جان در روی حولی آنها را انتظار بودند. ولی جان گلدسته را به زوجه ولی جان داده مبارکبادی خانه نو کرد. ینگه صحت سلامتید، مبارک شود خانه نو. تشکر برای گلهای زیبا. ما هم به این خانه نو 3 ماه شد که کشیده ایم. شکر خورشید جان که این خانه را ساخت. با پدرش باشد چون این خانه را آرزو هم نمی کردیم. خورشید جان کجاست؟ پرسید نادر. او در دوبای آواره تجارت است و مهمانخانه گذرید، مراعات کرد زنی ولی جان. پسر خردی ولی جان احسان دستها را آب گرفت و آنها به مهمانخانه که در یک طرف بنا واقع بود گذشتند. در مهمانخانه بالای میز دسترخوان پر ناز و نعمت گسترده شده بود. احسان زود یک چاینیک چای کبود آورد. ولی جان نان شکسته به دسترخوان مراعات کرد. تا آش پلو را آوردن یگان چیز خورده ایستا. وقتی آش پلو هست چرا شکم را با هر چیز پر کنیم، گفت نادر و پیاله چای را به دست گرفت. احسان یک طبق کلان آش آورده بالای دسترخوان گذاشت و برآمده رفت. مگر این یک طبق کلان آش را هر دویمان خورده می توانیم؟ سوال کرد نادر. تا چینی توانستگیمان می خوریم، گفت ولی جان و کارد را گرفته در روی تختچه گوشت بالای آش را میده کرد. مرحمت بگیر، تو واقعا هم نوشیدن را بس کرده ای؟ بله، افسوس، حالا هر دو ستاگی می کردیم و کوفتی کار را می برآوردیم، گفت ولی جان و کنیک را کشاده به قدح ریخت. تو می نوشی، مرا کی به خانه می برد؟ شب همینجا می استی؟ نه، به خانه می روم. نترس، احسان تو را می برد. برای پیشروی کار می نوشیم، گفت ولی جان و قدح را به لب برد. آشی با مزه شده است، تعریف کرد کدبانو را نادر. خودت می دانی که ینگت کدبانوی خوب است. همین خوراک لذیذ تا اندازه عصبی خرابی ما را آرام می کند. بله درست می گویی. از کار مانده و لکات با عصبی ترنگ به خانه آمده شلنگ شوربا یا آشی یلمه خوری تبت باز هم خیرتر می شود.
همین زنها هستند که ما هستیم، وگرنه کیها سکته دل شده می مردیم. گفت ولی جان. دوستان با اشتها آش خوردند و چای نوشیدند. آش را خوردیم. من می روم، گفت نادر و به دسترخوان دعا کرد. همیشه دسترخوان مردم تاجیک پر ناز و نعمت باشد. خدا همه را به مراد و مقصد نیکشان رساند. آمین. دوستان از جا برخستند. احسان دستها را آب گرفت. پسرم، عمکت را تا خانه‌شان بردمان. گفت به احسان ولی جان. واقعا پپکه را من میگیرم. شب یک ورق زنم. گفت نادر. میلش، گفت ولی جان و پپکه را از حجره کاریش برآورده به نادر داد. نادر را اهل عائله ولی جان گسیل کرد. باز بیایید، گفت زنی ولی جان. اگر همین خیل آشی با مزه پزید و ولی جان دعوت کند می آیم. بیایید مراعات سمرقندی نمی کنیم. می دونم ینگه من سحر ساعت 8 را از خانه‌ات می گیرم. باز در خواب نمانی. شوخی کرد ولی جان. واهمه نکن، خوب می دانی که من خوابالود نیستم. خوب تا سحر. نادر را گسیل کرد ولی جان. عمک به کدام طرف هی کنم؟ پرسید احسان. و محله حصار میدانی کجاست؟ البته. در کجا تحصیل کرده ایستاده ای؟ در دانشگاه ملی تاجیکستان. در فاکولته حقوق؟ نه، در ژورنالیستیکا. یعنی میراث پدر نمیخواهی؟ من عذابهای پدرم را میدانم. چرا میلیسته شوم؟ چی فکر میکنی که ژورنالیستان عذاب ندارند؟ حالا متخصصی خوب در همه ساحه عذاب میکشد. زمان همین خیل ژورنالیست میشده باشی این سخنانی مرا میفهمی. بله عمک، من همگی گزیته های دولتی و خصوصی را در مقایسه مطالعه میکنم. خوب میکنی، ولی باز گرفتاری بازی های یگان تا اشان نشوی. در مطبوعات هر یکی منفیت خود را عملی میکند. باز فریفته بازی های سرمحری را نشوی. آنها منفیت خود را دارند و هرگز برای مردم شده منفیت خود را زیر پا نمی کنند. عمک میدانم پدرم هم گپ های شما را میگویند. یگان چیز می نویسی؟ بله، کم کم نویسی. ژورنالیست نمیشوی. پیوسته نوشتن در کار. اگر خواهی یگان سرمحری را میگویم شاگردت میگیرد. شما خودتان استادم شوی چی؟ ممکن. کتاب های ژورنالیستیک را داری؟ اکثرش را دارم. نداشتم را از اینترنت میگیرم. خوب، اول کتاب ژانرها را خوان و درباره آنها تصورات پیدا کن. سپس کار عملی را یک جای شروع میکنیم. فهمیدی؟ بله عمک. به محلتان رسیدیم. و کدام طرف هی کنم؟ در پیشی ها انا وی بینای 9 آشیانه ایستاد. خانه من در بینای پسی وی. تا نزد خانه تان میبرم. نه، آن طرفش 50 قدم. همینجا ایست. اصرار کرد نادر. ولی احسان ماشین را تا نزد بینای نادر برد. تشکر، من در قبط 3 زندگی میکنم. چون به خانه تان رسیدی پدرت را گوی به من زنگ زنند تا که من خواطر نشوم. خوب عمک، شب خوش به شما. به تو همراهی سفید. نادر به حجرش آمد و تغییر لباس کرد و سپس سر میز نشسته پپکه داده وزیر را کشاد. او گزارش ها را خوانده در تگ بعضی جمله ها با قلم سرخ خط میکشید و یا علامت سوال میگذاشت. همچنین در یک دفتر علاهیده بعضی قیدها میکرد. شب از نصف گذشت و نهایت خواب به او غلبه کرد. در سر میز خوابش برد و از دستش قلم افتید. نادر از این بیدار شده کاغذها را گم کرد و از جای برخاست، خوابالود دندانهایش را شست و خود را به جاگه پرتافت. نادر از شخصانی کم خواب بود و با دمیدن صبح ساعت 4:30 بیدار شد. او چون عادت لباسهای ورزشیش را پوشیده برای دویدن به کوچه برآمد. در نزدیکی خانه او مکتب بود و آن میدان خوبی ورزشی داشت. نادر هر سحر در آنجا مشق بدن میکرد. قراول مکتب او را میشناخت و برای در میدان مشق کردنش مانع نمیشد. نادر امروز کمتر مشق کرده زود به خانه برگشت. باید ترجمه را به آخر میرسانید. او به خانه آمده دوش کرد و سری کامپیوتر نشست. الهامش آمد و سرعت کارش افزود. ساعت 6 او ترجمه کتاب را که همگی 3 صفحه‌اش مانده بود به آخر رسانید و طول 1.5 ساعت دیگر همه آن را باز یک مرتبه دیگر مطالعه کرده تحریر نمود. سپس او کتاب را توسط پاشته الکترونی به فرمایشگر فرستاد. نادر عادتاً با 2 دانه تخم جوشانیده شده مرغ، 1 پاره نان و چای بیقند ناشتا میکرد.
در وقت ناشتا او تلویزیون تماشا کرده از خبرهای جهان آگاه می شد. او این سحر نیز چون عادت ناشتا کرد. در تلویزیون یگان خبر جالب نگفتند. نویگری های دو روزه را تکرار می کردند. وقتی آمدن ولی جان نزدیک می شد، نادر لباس های کوچه رویش را پوشید و پپکه را گرفته از خانه برآمد. ساعت رسید 8 ولی جان با ماشینش آمد. نادر در پیش ماشین را گشاده در نزد ولی جان نشست و آنها سلام و حال پرسی کردند. خوب نغز استراحت کردی؟ استراحت نیکو، ولی 1-4 ساعت خواب کردم. پاسخ داد نادر. تا سحر کار کردم گوی؟ نه، تا نصف شب گزارش ها را خوانده بعد خواب کردم. از ساعت 5 تا 7:30 ترجمه و تحریر کردم. ناشتا نکردی؟ ناشتا کردم. از گزارش ها یگان چیز پیدا کردی؟ بعضی قیدها کردم. این ناخلف را باید کیها میکشتند و میدانم، ولی علاج نداریم. باید قاتل را یابیم، گفت ولی جان و سخن را به دیگر سو برد. امروز کار را از چی سر میکنیم؟ من مطالعه گزارش ها را انجام میدهم و بعد به یگان خلاصه میاییم. پاسخ داد نادر. من باید از پی گرفتن مهر و ساختن حجت ها شوم. همچنین باید امروز مکتوب را برای داشتن سلاح و خریدن آن به وزیر رسانم. پس من تو را نزد آفیس می فرارم و خودم از پی کار می شوم. ولی جان ماشین را در نزد آفیسشان نگاه داشت و از کیسه‌اش یک بند کلید را برآورده به نادر داد. این نسخه کلیدی خانه، تو هم باید کلید داشته باشی. من رفتم. برای کار، گفت نادر کلید را گرفته. او از ماشین فرآمد و به سوی آفیس روان شد. نادر به آفیس در آمده سر میز نشست و پپکه گزارش ها را گشاده مطالعه اش را ادامه داد. او در زیر متن خط میکشید یا در حاشیه صحیفه علامت سوال میگذاشت. نهایت بعد 2 ساعت او همه گزارش ها را خوانده شد و از جای برخسته به بالکن رفت. او تیریزه را گشاده به بیرون نظر انداخت تا ماندگی چشمانش را رفع کند. نادر چشمانش را گاه به درختان سرسبز و گاه به چمنزار خیابان می برد، ولی فکرش به کشتار خاشاکوف بند بود. اینجا چی سیر نهان است که ما نمی دانیم. از زیر گذرانید نادر و به حجره کاری برگشته به راحت کرسی نشست. خیالش باز به این قضیه جنایی بند بود. معلومات موجوده را او در سرش تحلیل می کرد و به سؤال چرا کشتند پاسخ می جست. قریبی های نصف روزی بود که ولی جان برگشت و از در آمدن زمان گفت من نان و مرغ کباب آوردم، خوراک چاشت می خوریم. پس من چای می مانم، گفت نادر و به آشخانه رفت. کار تخت شد و سخن آغاز کرد. ولی جان در وقت غذاخوری مهر را گرفتم. مکتوب را به دست وزیر رسانیدم. او امضا کرد. پول سلاح و 100 دانه تیر را به کاسه وزارت سپاریدم. ولی تپانچه ها را گرفته نتوانستم. مدیر انبار به جنازه رفته است. کدام خیشش فوتیده است. گفتند که پس از نصف روزی می شود. پس از نصف روزی رفته می گیرم. آنها پس از غذاخوری به حجره کاری برگشتند. یگان چیز پیدا کردی؟ پرسید ولی جان. گزارش ها را خوانده گرنگ شدم. بسیار پیچیده است این قضیه. اگر تا سبب کشتار را معین نکنیم قاتل را یافته نمی توانیم. ولی صدها سبب برای کشتن این ناخلف هست. برای همین هم سرگرم می شود کس. بله درست می گویی. پرچگیل است این قضیه. همین است که میلیسا سر حسابش را گم کرده است. به نظر من تفتیشات چیزی را نمی داند و یا مخصوص آن را پنهان کرده ایستادند. درباره حیات شخصی خاشاکوف معلومات خیلی کم است. از جانب دیگر آن فرضیه های رسمی که مورد تحقیق قرار دارند به نظر من اساسی نیستند. اگر او را برای تجارت و یا سیاست می کشتند باید این کار را بروقتر می کردند. زیرا سبب زیاد است. بنابراین به نظر من او را برای تجارت و یا سیاست نکشتند. اگر من خطا کنم قاتل را میلیسا می‌یابد. شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی قصه دتکتیوی قصاص نامه‌سر روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتار 4